چند نمودی بند خیمیایی موجود است؟ اساساً 4 نمودی بند خیمیایی موجود است: بند کوالنتی، بند ایونی، بند متالی و بند هیدروژنی. بند خیمیایی که توسط جفت الکترون ها حاصل شده است بند کوالنتی می نامند. بند بین ایون ها را بند ایونی می نامند. بندهای خیمیایی را که در نتیجه کشش الکتریکی بین ایون های متال و الکترون های عمومی شده حاصل می شوند بند متالی می نامند. بند هیدروژنی بند نااستوار بوده در نتیجه گرم کردن ویران می شود. بند هیدروژنی در بین ماده های ارگانیکی به وجود می آید. چند نمود بند کوالنتی موجود است؟ اساساً 2 نمود بند کوالنتی موجود است: بند کوالنتی قطبدار قطبی و بند کوالنتی بی قطب. بند خیمیایی کوالنتی را که اتم های الکترومنفعگی نسبتشان کم حاصل می کنند بند کوالنتی قطبناک یا اینکه قطبی نامیده می شود. مثال کسلات خلورید و آب. بند خیمیایی کوالنتی را که در بین اتم های الکترومنفعگی نسبیشان یخیله از حساب جفت الکترونی حاصل می شوند بند کوالنتی به قطب نامیده می شوند. مثال 2 اتم اکسیژن، 2 اتم خلور و غیره ها. دونور چیست؟ اتم هایی که جفت الکترون می دهند دونور نامیده می شوند. اکسپتور چیست؟ اتم هایی که جفت الکترون قبول می کنند اکسپتور نامیده می شوند. چند نمود پنجره کریستالی موجود است؟ اساساً 4 نمود پنجره کریستالی موجود است: پنجره کریستالی ایونی، پنجره کریستالی اتمی، پنجره کریستالی مولکولوی و پنجره کریستالی متالی. درجه اکسید شوی چیست؟ درجه اکسید شوی این ذریعه شرطی اتم در پیوستگی بوده در اساس آن به حساب گرفته می شود که ماده تنها از ایون ها عبارت است. ریاکسیای اکسید و برقرار شوی چیست؟ ریاکسیه هایی که با تغییریابی درجه اکسید شوی اتم های ترکیب ماده های به ریاکسیه داخل شونده می گذرد ریاکسیای اکسید و برقرار شوی نامیده می شود. نقطه های اساسی نظر درجه اکسید و برقرار شوی کدام ها می باشند؟ یکم، اکسید شوی گفته روند الکترون دادن اتم، مولکوله یا ایون را می نامند. دوم، برقرار شوی گفته روند الکترون پیوست کردن اتم، مولکوله یا ایون را می نامند. سیوم، اتم ها، مولکوله ها یا ایون هایی که الکترون می دهند
برقرار کننده نامیده می شود. هنگام ریاکسیا آنها اکسید می شوند. اتم ها، مولکوله ها یا ایون هایی که الکترون پیوست می کنند اکسید کننده نامیده می شوند. هنگام ریاکسیا آنها برقرار می شوند. چهارم، اکسید شوی همیشه با برقرار شوی می گذرد و برعکس برقرار شوی همیشه با اکسید شوی وابسته می باشد. در خیمیا دو اصول ترکیب دادن معادله ریاکسیای اکسید و برقرار شوی موجود می باشد. یکم، اصول بالانس الکترونی. دوم، اصول ایونی و الکترونی یا نیم ریاکسیا موجود است.